مهمترین انگیزه برای تداوم زندگی است. تلاش من برای دستیابی به انعکاس‌ها و جنبه‌های متنوع وجود انسانی بوده است. تداوم زندگی، جنبه‌های متنوع وجود انسانی، این اون چیزی که باید بتونم کشف کنم. نوگه من شد قربان؟ بله. نوبت من شد؟ یه بار بهتون توضیح دادم خانم محترم. خانم محترم جدواواتا. من اسمم تنیاست، تنیا خزالی. یه بار بهتون توضیح دادم خانم تنیا، من مسافرم، عجله دارم و تا شب نشده بعد خودم برسونم. من که مسافری دلم برات سوخت بیچاره. اگه محلی بودی که میگفتم گور پدرت هم کرده، میخوای بشنو میخوای نشنو. ولی گفتی مسافری از خارج آمدی میخوای حل کاری، گفتم حیف تا 4 سال بیای صدای ساز منو نشنوی. خیلی ممنون ولی وقت ندارم. ای با وقت فلک زدم. تو خارجه که از این چیزا گیرت نمیاد. این ترخینه. اونجا باید یه لقمه همبرگر بخوری به خیال خوراک. ترخینه بهت میدن خارجه؟ نه خیر ترخینه بهم نمیدن. خب ندارن که بهت بدن با بخت. اونجا سلامین پیدا میشه؟ پینه کویی گیرت میاد؟ ای نه هیچ. مسوابا برنج عنبربو میذارن جلوت. اینا که میگی چه ربطی داره به شنیدن ساز تو؟ ربط داره، با بخت غربت دیده خارج کشیده، ربط داره. اینم مثل اون 4 تا تپلو سنج میچینن دورشون، ای بکوب انسمنت. جایی شد ساز سرت کلا میذارن جیبت خالی کنن. ایسا سکه شانست خیلی خورده حد که جیر پای من برش تاخیر ندیده تا در نوگه. بسیار خوب. چقدر چی؟ بابت هر بار ساز زدن چقدر میگیری؟ ای تف به مرامت. برای چی فوش میدی؟ فوش ندادم که تف کردن خراوه. به مرام این و اون بله خراوه. بس خاصه که من تف کردم جنابالی که حسابی تقوت کردی. من چی کار کردم؟ آخه مرده به ظاهر حسابی، مگه تو گفتی من آهنگ میسازم، کسی بد و بیرا بارت کرد؟ چرا باید کسی بد و بیرا بارم کنه؟ مگه دروغ گفتم؟ خب شغلم اینه آهنگسازی. لاچو خالو لاچو برو، درسته قبلا به اینجا میگفتن پشت کو، ولی ما که از پشت کو نیامدیم چرت و پرت میبندی به ناوک من. آهنگو که نمیسازن. پس چی کار میکنن؟ میزنن. مگه خانست که بسازن یا تاوت مردشور خانست؟ بابا این همه نغمه های خدا بیاله تو کیف و جنگل و صحرا، یکیشو بردار بزن دیگه. آهنگ سازم. باشه سعی میکنم به پیشنهادتون فکر کنم. با اجازه. بخوره تو آن مغز سر. بله؟ نه چست محلی تو خواستم نه کف زدنه. من واقعا متاسفم بابت برخوردم. برخوردو خیلی خوب آمدی. چطور؟ به ما که خیلی برخورد. جبران میکنم. دواره کی پولتو در نیاری که سکه یه پولت میکنم همین وسط. من که معذرت خواستم. معذرت تو نخواست. پس چی؟ نظر تو خواستم. من که خیلی لذت بردم. لذت بردی؟ آره خیلی. من داشتم حقیق میزدم تو لذت بردی؟ حق میزدی یعنی داشتی گریه میکردی؟ به پهنای دموچا. پس چطور من ندیدم؟ کسی که همبرگر بذارن جلوش جا ترخینه بخوره به به کنه حقیق زدن بعد دفعه چه میفهمه؟ آره من نمیفهمم، تو حالیم کن. برم که دیرم. تو هم برو جا نمونی از مینیبوس آخر، وگرنه باید شبو تو 4 سال صبر کنی. چند وقت دف میزنی؟ 13 سال. چند سال؟ 13 سال. 20 سالم بود. قبل از حادثه یا بعد از حادثه؟ کدام حادثه؟ حادثه سوختن خودسوزی بوده؟ ایرو مگه آدم دیوانه است که خودشو بسوزنه؟ آخه آمار خودسوزی توی این منطقه خیلی زیاده. سالی 400 خودسوزی در استان ایلام، موفق و ناموفق که حدود 300 تاش خانومان گفتم شاید موردشون. کی یادت داده؟ کسی یادم نداده تو آمار. ببینم شما چرا انقدر اصرار دارین از کلمات ناجور استفاده کنید؟ کدام کلمات ناجور؟ دارم بهت آمار میدم میگی چرت و پرت. تو میگی سالی 300 تا زن تو ایلام خودسوزی میکنن، ناجور نیاخته چرت و پرت ناجوره؟ من اشتباه میکنم این آمار غلطه؟ ها که غلطه. جناب عالی هم اشتباه نمیکنین، غلط میکنین. این 300 تا کجاست؟
فوقیه. حالا برات میشمارم: یکیش ژینا، یکیش بوکان، یکیش سوما، یکیش شوخان، ایتر فرمیس، کیژان، گلاویج، نالان، چکاوک، واران، ماکولا، تامینه. نمیشه مرد حسابی. سال 300 تا نمیشه. از بعد سوختن خودم نصب کردم بالای مزار هر زن آتش به جان گرفته دف بزنم. 13 سال تمام نظرم معدا کردم به حرف پیش. 13 سال از این گور میرم با اون گور رو دف میزنم. منو گور با گور که وقت کردم بشمارم اون صورت های این قرص قمر رو که پلاسیدن و خشک شدن دو هرم آتش. حالا تو آمدی از اون ور دنیا آمدی به من امر میدی؟ کدام مادره که شب گریه های بچه‌شو بشمره؟ خسته میشه ولی نمیشمره. برای هر بار سوختن دخترای ایلامی انقدر سر مزارشان دف زدم که از حال رفتم. روزی که آمدن ایلام فیلم بردارن قرار شد نقشه که از دخترای مدرسه رو من بازی کنم. همانا که جلو دوربین جیغ میزدن کشتنش، دلارامو کشتن، سرشو بریدن. این یک معجزه بود. من تنیا خزالی جلو دوربین، این هنرپیشه های اسمی. ولی نذاشت. باکم گفت قباحت داره، ننم گفت کراحت داره، مامام گفت خجالت داره، خالم گفت جلافت داره. اس زدم، جس زدم، جیغ زدم، خودمو زدم. فایده اینو فرستادنم تو شهرزبین و یه قلف گندم به درگاه. چشم بستم، چشم باز کردم دیدم تو بیمارستان. ننم جیغ میزد: آی تنیا، چرا خودتو آتش زدی؟ بیچاره بابا خیالش خودم رو سوزندم. مگه آدم دیوانه است که خودشو بسوزنه؟ خانم ایزدیار آمد بیمارستان دیدن و این دفعه برام کادو آورد. تماشا، تمام زندگیم شده این دفعه. تماشا گل میخواشو، تماشا حلقه هاشو. پوستش طبیعیه، نباید جلو آتش بگیری، پاره میشه پوست. چربیش خشک میشه. آتش پوستو کش میاره و کمانش کج میشه. این من که کمانم کج شده، این من که پوستم کش آمده و بوی خراو گرفته. حالاتی که من اس نمیزنم، جز نمیزنم، جیغ نمیزنم، خودمم نمیزنم. حالا فقط دف میزنم و میخوانم برای دخترایی که خیال میکنی خودشون بنزین و نفسرشون خالی میکنن و یک کبریتم روش. نه خالو، ما دیوانه نیستیم خودمون آتش بزنیم، کار اوناست. پدرامون، برادرامون، مردای محله، مردای شهر. خوب که تماشا کنی اون 300 تاپیت بنزین و نفت و میبینی که گرفتن دستشون و از طرف جنگل و بلوط دارن میان سمت ما. گلای آویشن رو میبینی در زیر پاشن له میشه. آخ دستشون برسه کل کوههای قلقهران رو به آتش میکشه. دارن میان و من کاری از دستم بر نمیاد جز خندن، دف زدن و خندن.
دور دوره زخم ایلامه دخوین و دشان زخم ایلامه دخوین و دشان سر آوردگه دقلا خیران زخم ایلامه دخوین و دشان زخم ایلامه دخوین و دشان سر آوردگه دقلا هورن تکدانه ده پریشانی داریر میشتنه ده سایه بالی وگیانه کریله هیله سرمسید گورانی چریله تفنگ و دستید وگیانه گتیله سوزه رنگینه سی سما کریله قلتان دخینه زخمی لگیانم دم واز کردنه چیش گفتیل چم واز کردنه ای زخم کنی چند سالم چینی خاک غریق شبی تالم چینی دورا دور من کیاکوان سال سوز و بالا برز و بان آماده نرای سر چوبی گردن دستمال خداین خاکو توز کردن نیازانم ارا و یک دچارین خواب بورک کره